سلام به همه شما دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم که همه شما صحت سلامت هستین. موقعیتی که ما قرار داریم در دهه پروار ناحیه شوراباد. امروز با دوا بنیاد با دوای بهاری زیبا فورم با دوای خوب و چخیلی که میبینیم در قطارکوهای بالای ملیاب یال و این چونین بالای پروار هنوز هم برف ایستاده است. امروز تصمیم گرفتیم که دو شخصیت به نهایت بزرگی امین قشلاق پروار، شخصیت هایی که تمام مردم پروار اینها را حرمت احترام میکنند، به قدر قیمتشان میرسند. استاد گدایف سهشنبه که توی سالهای طولانی در مکتب‌های همدانی و ناحیه شوراباد دهه پروار کار کرده است و اینچنین جلیلوف دوست اکای دوست استاد و هر کسی که به این شخصان بزرگ میبیند نگاه میکند، البته از دوران شوروی چون همچون استاد همچون پدر به اینها مهر و محبت زیاد و منت اینها را هم قدر قیمت میکند که طول سالهای زیاد، یعنی که قریب که از 50 سال هم زیاد به نسل نوارث تعلیم و تربیت دادن، علم آموختند و نسل نوارث به وی رساندن. البته این یک پیرهی بسیار دشوار است که انسانیت طول 50 سال یا که از این زیاد یا از این سال کم در یک جو فقط به تعلیم تربیت نسل نوارث دست دارد. همین را خواهان هستم که خداوند این استادان را تن صحت و عمر با برکت دهد و اصل و درد سر را نبینند. با خود این شخصان بزرگ ما هم صحبت میشیم. اکای سهشنبه گدایف استاد خودش ما هم گفتم که تقریبا 50 سال، ممکن که من خطا کنم، یعنی که شما خودتون باید انیخ کنید که از کدام سال سابقه کاری دارید و تا امروز چقدر باشه؟ 45 سال 46 سال. البته دوستان گرامی نگاه کنید که 46 سال در تعلیم تربیت. اکای دوستمات شما چند سال؟ 46 سال. شما اولین بار سابقه های کاریتون در ناحیه مسکو است که آغاز یافت؟ مکتب رقم 16 همون ناحیه مدانی سال اول یونیفرم دارم. سال 80. اکای دوستمات شما همون وقت؟ سال 78. 78. 10 سال با استاد گدایف پیشتر. پیشتر 2 سال با از گدایف مثال شما برختر کار کرد. از سال 90 با هر دوتون هر دومون یک جا به همی دهه پروار را به وطن باباییمون داشته همین رفتن که اهمیجا سال 60 بود 61 بود، هر دوتون باید داره نه نقض باید داره. سال 61 تیرمای سال 61 ما همیجا کوچ بستن همه رفت. در این قشلاق چند تا اولی موند؟ در همین قشلاق همگی 10 نفر. تا این وقت چند کس بود در همینجا؟ تا این وقت موجود شدن؟ بعضی میگوتن که قریب زیاده 200 خوجه بود هستند. 300. اگر نگاه کنید که امروز همین با هم دیگر جوز بدن که نگاه همین بالای بوم قلت میرفت تو اما آخر قشلاق. انا که نگاه کنید که گدایف بعد با از سال 90 مردم اکثریت گشته اومد تا امروز قشلاق حتی 300 تا شدگی نیست، 200 هم شدگی نیست. 200 تا شدگی. او وقت مثال اولیش ایوزیره دا بسیار بوده است. اولیش ایوزیره دا بسیار بود خیلی. بعد با مردم سال 90 گشته با اومدن. سال 91 گشته اومدن. این چون شما هم گشته اومدین در اینجا مسکن گرفتین، عمر باقی مانده را امیدواریم در اینجا میگذرونیم. ما از برگشتن به این دهه پروار اصلش پشیمان نیستین، دائما میخواستین که بازگشته بین و دویم با دوای تازه بین. دوستان گرامی نگاه کنین همین استادا هر دوشون در این دهه پروار یک محله است، محله سریده.
یعنی که سرده با اون معنی که سرده بالای ده ها با کمتر پایان داره مینای ده یعنی مباینی ده این این با کلام هم خیلی لهجه موندگی با داره پونی ده یعنی که پایانی ده اما باشیم در حال حاضر در سرده استیم یعنی که در قسمت اول سرده این هم خونه استاد گدایف است اگر با نظر اندازیم پایینتر خونه جلیلوف استاد جلیلوف هر دیمیات در همین قسمی همین بالای قشلاق مسکن دارن خانه دارن که از سال 90 این جانب در اینجا زندگانی میکن و اگر نگاه کنیم که همین کوهستانی که در بالای خونه همی هستن اقلا تقریبا 200 متر 300 متر اوجه شما در تای کوهستانه در تای کوکی یک در اینجا با دوای تازه شمال فورم با دوای سلقیم به سوی شما میوزن بهترین جا بهترین موضع بهترین طبیعت یا که بود در وقت بهار اینجا ببینید زیبا خوشبوی میشوند خیلی نمی کوی ملک نمی نمیجا هم پری چوکلا میشوند پری چکری و پری روشد این نمی تپه هایی که نمیجا در بالای خونه نمی این خونه ما است این اوان کودکانه تا 30 سالگی ما در همین کوهستان در آغوش همین کوه کلان شدم این اینجا را باری کرکا میگفتیم که همین 3 ماه زمستان کسام را پری زردالو قاق میکردیم و میومدیم در همین باری کوه دونکوش زردالوش هم میخوردیم دونکوش هم چکیدیم میخوردیم در همین آغوش همین کوه این یک کوی چلوک میگن خیلی کوی چلوکی نمودار نیست اگر که پیش بریم یک کوی بینید بلند است قریب 5 متر بلندی دارد 2 متر دیامتر 3 متر بالای هم دامی برومدیم بخویم بغلطیدی مای میشدی این همی کوه هست نه که انا آفتاب فروغ اگر که ما نوار بگیریم نغز نمودار میشه وزی در سینه کوک است او قدر نغز نمودار نیست این همی سیاهی که ما میبینیم این همی سیاهی آن هم کوی چلوک هست استاد گدایف یک طبع شاعری دارد که طول سالهای زیاد به این کار مشغول است فرامد گدایف کوه‌های از زمین خیلی بلند دهه من را گویا پاسبانی میکنید سر به بالا همچو مردان بزرگ با وقار و استوار اندیشرانی میکنید بهترین در وصف همی کوی ملک امیر کوی ملک میگن نه وقت کوی ملک این اینجا باری کرکا در باره باری کرکان یک چی میخونم من صدقه شوم برای کرکا را آفتاب رویه ایسر دی بالا را در این بری تیپه دختران جمع آیند گلدوزی کنند امید ارمان ها را من صدقه شوم برای کرکا را پیراهی خورد و جوی بای تیلا را از مهنت او آبی زلال می نوشیم خدا دیدش برکتی دنیا را نمی جوی امو پدری تیم که ما امو نمیشیم ما خانه سوخته نمیتونیم آیا چند کسی نه ما خانه سوخته میتونیم معلوم شیرالی این بای جرام پورو بسیار دههای مشهور است اینجا آدمای بزرگ بسیار برومگی زادگاهی هاشم گدای در همینجا اینم قبل چی قسم دهه 3 تا اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان است این نظر خلیل رفعت سید احمد و حنیفه محمد آخرین اعضای اتفاق نویسندگان این اینمی طرف کشلا شباز کبیروف همچنین با اینجا علیم دکترهای فن اینجا پروفسورها و مانندی رسول قواریان شاباز کبیر و نورخان گدای و با بسیار بسیار دیگران این نام زدی لمای سیاست شناسی کریم زاده کریم مغزیار اونا خونهشون نمیده اینجا بسیار آدم های بزرگ برومگی هم خیلی جای به همون سالهای پیشی دهه پرور مرکزی
فرهنگی و معرفتی به دست کرد. دیگر دیه‌های همسایه هم اومده در اینجا تعلیم میگیرن. سالای چند بودی؟ 35 سالای 50 50 سالای 50 60 ایامی دیه‌های همسایه هم از اومده. این در دیهای پرور دیمین مکتبی میانه تشکیل شدگی بود. در کلخوز کمونیسمی واسه دیم مکتب میانه در همین دیهای پرور تشکیل شدگی بود که خود دیای خیرمنجو نگاه که خیرمنجو حتی اکیش ای سری غور ای ملیو و ایول ای همه همین دیهای همسایه ای رجو هم بود؟ نه او چند رجو برهم خوردگی بود. ایام همین دیهای همسایه اومده در همین دیهای پرور تعلیم میگرفتن. مکتب میانه را همینجا ختم کرده. او دوره که آدمایی که سویدی معلومات میانه کسبی معلومات اولی کم بود و همین ختم کنندگان مکتب همین پرور رفته در شروباد دشت جمع در جاها معلمی میکردن. به دانشگاه تمام کردن. به دانشگاه و به کالج کالج نبود. آموزشگاه پداگوژی میگفتن. به ختمی هم بود معلومات میانه که داشتن اونجا بعد رویشون میکن برای سوادناک کردن اینایی دیهای شروباد دشت جمع بعد رفته در همونجا معلمی میکردن. از اون جمله اینا تقای خدیم خیلی در دیوداری شروباد معلم بود. خلیفه جمعه هم در اونجا معلم بود. اکثریت ختم کننده هم مکتب میانه رویشون میکن در دیگر منطقه و همچون آموزگار همچون معلم آموزگار درس میدن. کار و فعالیت میکن برای سوادناک شدن همون فرزندای همون دیه ها بسیار خدمت شایان کردگی. ای هم اینجا اومده همیجا چون که گفتیم که این دیمین مکتب میانه در هم منطقه کلوب بداخی در حقیقت کلخوز کمونیسمی واسه تشکیل شدگی بود. دیمش در همینجا برای حتی کلوب که او وقت یک مرکز علمی و فرهنگی بود حتی در اونجا وجود نداشت. در این قشلاق ما وجود داشت. در گفتم که در کلخوز کمونیسمی نویای واسه در مکتب میانه اونجا بود. دیمش همینجا محبت ما را نسبت به ادبیات نسبت به همین شعر و نظم همون خیلی نظر بیدار کردی بود که من در وصف یک شعر دارم حضور میخوام این شعر مکملی که بعد با قطعی معلم نظر ما هم سویه بدیم همکاری ایجادی داشتیم. شعرام هم نشونش میدادم و هم شعراش همکاری میکردیم خلاصه. خیلی میدونم بعد این حکمت شعر این از صورت خیلی نظر نه به مناسبت مبقب به مناسبت 75 سالگی همه هم در همین جای ما صورت گرفته گرد. نه رخشانه شیرینبک دختر شیرینبک که همون وخوری را نوشتن دیهای پرور. بله این بعد دیگه این نوشتگی که دلی درداشنا با افتخار 75 سالگی زادروزی شاعر شیرین کلام عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان استاد نظر خلیل. عضو ما هم شعر برای این شعر خودت ایجاد کرده یعنی این شعر شما ایجادش بهترین خیلی که بخونش هم با معلمی با مناسبت 75 سالگیش همین شعر نوشته شده است. عضو برای شما قرائت میکنم که استادی ما بود. تا دمی که آفتاب بالای سر بر ره ما نور پاشی میکند تا دمی که مرد دهقان بر زمین با امید دانه پاشی میکند با دلی پر از امیدت زنده باش. تا دمی که طفلکان نوزبان تا دمی که طفلکان نوزبان در بر ما شادمان و خرمند تا دمی که همسران با وفا از پی روزی و هر بیش و کمند با دلی پر از وفایت زنده باش.
то даме ки мардумони бенаво аз худо доранд умеди зиндагӣ, то даме ки одамон дар рӯзи сахт шукр месозанд шукри бандагӣ, бо дили шукргузорат зинда бод.